خبرنگار در حالی که چشم به بینندگان دوخته بود اعلام کرد: 2200 تلفات. به نظر می رسد تابستان مرگباری را می گذرانیم. از وقتی که اودیل کلیدها را در جیب دامنش داشت و می دانست که قفل‌های جدیدی به در خانه‌اش زده است، با خیال راحت خود را به سحر تماشای اثرات مخرب آب و هوا می سپرد. رودخانه‌های خشک شده، ماهی‌های در گل نشسته، گله‌های از پا در آمده، کشاورزان خشمگین، جیره‌بندی آب و برق، بیمارستان‌هایی که بیش از ظرفیت مریض داشتند، دستیارهای پزشکی که ارتقا یافته پزشک شدند، بنگاه‌های کفن و دفن پرمشغله، گورکنه‌هایی که به اجبار از تعطیلات کنار ساحل برگشتند، کارشناسان محیط زیست که از گرم شدن زمین فریادشان به آسمان می‌رفت. اودیل هر برنامه را مثل یک سریال پرهیجان چند قسمتی دنبال می‌کرد. بیتابانه در انتظار وقایع غیرمنتظره بود. آرزو می‌کرد فجایع جدیدی رخ دهد و هنگامی که شرایط وخیم‌تر نمی‌گشت کمی مایوس می‌شد. به طور ناخودآگاه تعداد مرده‌ها را می‌شمرد. گرمای شدید منظره‌ای بود که به او ربطی نداشت، اما توجهش را در تابستان به خود جلب کرده بود و او را از کسالت به در می‌آورد. روی میز کارش یک کتاب و چند مقاله ریخته بود که در انتظاری رنج آور به سر می‌بردند. تا وقتی که ناشرها و سردبیرها به او زنگ نمی‌زدند و با داد و بیداد سراغ آنها را نمی‌گرفتند، دل و دماغ نداشت به آنها بپردازد. تازه عجیب بود که ناشرها تا آن وقت صدایشان در نیامده بود. شاید گرما رمق آنها را هم گرفته بود. شاید هم مرده بودند. هر وقت حال و حوصله داشت یک زنگی هم به آنها می‌زند. شبکه‌های تلویزیون عربی را گرفت و از اینکه می‌دید به مسائل اروپا توجه چندانی ندارند برآشفته شد. البته درسته که برای آنها گرما، برای اینکه وجدانش راحت شود تصمیم گرفت یک لیوان آب بنوشد و هنگامی که به طرف آشپزخانه می‌رفت دوباره احساس عجیبی به او دست داد. زن غریبه آنجا بود. برگشت و سریع نگاهی به دور و برش انداخت. هیچی. با این حال به نظرش رسیده بود یک آن چهره پیرزن را دیده است که لابد روی یک چراغ در گوشه یک آینه یا صیقل یک گنجه منعکس شده بود و مغزش این تصویر را ضبط کرده بود. 1 ساعت تمام گوشه کنار آپارتمان را به دقت بررسی کرد. سپس اقلاً 10 بار امتحان کرد تا مطمئن شود کلیدهای قبلی به هیچ وجه نمیتوانند قفل جدید را باز کنند. سرانجام خیالش راحت شد و نتیجه گرفت که خیالاتی شده است. به سالن برگشت. تلویزیون را روشن کرد و هنگامی که به طرف مبل میرفت به طور واضح پیرزن را در راهرو دید. مانند دفعه قبل پیرزن خشکش زد. ترسید و فرار کرد. اودیل خود را روی مبل پرت کرد. نزدیکترین گوشی تلفن را برداشت و پلیس قول داد که هرچه زودتر برسد. حال اودیل در این مدتی که منتظر پلیس بود با حال و روز دیروزش فرق می‌کرد. پیش از این که ترسش به نوعی مشخص بود و مربوط میشد به زن غریبه در گنجه و انگیزه هایش، حالا دیگر ترس تبدیل به وحشت شده بود. اودیل احساس میکرد که با یک راز روبروست. آخه چطوری امروز پیرزن برگشته در حالی که قفل در را کاملا عوض کرده بود؟
هنگامی که مأموران پلیس رسیدند، اودیل کاملا در حالت شوک و وحشت به سر می برد. مأموران پلیس از آنجا که روز قبل هم آمده بودند، خوب می دانستند باید دنبال چه بگردند. هنگامی که پس از گشتن در سالن به اودیل ملحق شدند تا بگویند چیزی نیافتند، اودیل ابداً تعجب نکرد. اودیل توضیح داد: وحشتناکه، امروز صبح قفل‌ها را عوض کردن، هیچ کی جز من دست کلید جدید رو نداره و با این حال این زن راهی پیدا کرده که وارد و خارج بشه. مأموران در برابر اودیل نشستند تا حرفهایش را یادداشت کنند. خانم ببخشید سماجت میکنیم، اما آیا واقعا مطمئنین که دوباره پیرزن رو دیدین؟ میدونستم که این رو میگین. حرفام رو باور نمیکنین. خود من هم اگه با چشمای خودم ندیده بودم باورم نمیشد. از اینکه فکر میکنین دیوونم نمیتونم سرزنشتون کنم. لابد به هم توصیه خواهید کرد برم یک روانپزشک ببینم. نه اعتراض نکنین. من هم اگه جای شما بودم همین رو میگفتم. نه خانم، ما فقط وقایع رو در نظر میگیریم. این پیرزن همون زن دیروزی بود؟ لباسش فرق میکرد. شبیه کسیه؟ اودیل از این سوال مطمئن شد که مأمورها فکر میکنند که او بیمار روانی است. ولی میتوانست سرزنششان کند؟ اگه قرار بود بگین چه قیافه‌ایه، شما رو به یاد کی مینداخت؟ اودیل فکر کرد. اگر به آنها بگویم که بفهمی نفهمی من را یاد مادرم میاندازد، دیگر واقعا مطمئن میشوند که دیوانه‌ام. یاد هیچکی، نمیشناسمش. و به نظر شما چی میخواد؟ من چه میدونم؟ دارم بهتون میگم نمیشناسمش. برای چی ازش میترسین؟ گوش کنین آقای عزیز، سعی نکنید با من ادای روانپزشکای ناوارد رو درارین. شما روانپزشک نیستین، من هم مریض نیستم. این آدم تجلی در ترس‌ها یا خیالات من نیست. غریبه‌ای که نمیدونم به چه دلیلی به خونه من میاد. از آنجا که اودیل به خشم آمده بود، مأموران چند کلمه‌ای بابت عذرخواهی زمزمه کردند و اینجا بود که ناگهان اودیل چیزی به نظرش رسید. انگشترام کجان؟ به طرف گنجه‌ای کنار تلویزیون دوید. کشو رو کشید و یک جعبه خالی جواهر بیرون آورد. انگشترام سر جاش نیست. فوراً رفتار مأمورها عوض شد. دیگر فکر نمی کردند که اودیل عقلش را از دست داده است. حالا دیگر موردی بود مانند سایر مواردی که هر روز با آن سر و کار داشتند. اودیل تعداد انگشترها و شکل و قیمتشان را برای مأموران توضیح داد و حتی ناخواسته برایشان توضیح داد به چه مناسبتی شوهرش آنها را به او هدیه کرده است. اودیل صورت جلسه را امضا کرد. شوهرتون کی برمیگرده؟ نمیدونم، قبلا به هم خبر نمیده. خانم، حالتون بهتره؟ بله، نگران نباشین، حالم خوب میشه. هنگامی که مأموران رفتند، همه چیز به صورت عادی در آمده بود. غریبه تبدیل شده بود به یک دزد پیش پا افتاده که با خونسردی آزاردهنده‌ای دزدی میکرد. اما این پیش پا افتادگی اعصاب اودیل را در هم ریخت و باعث شد اشک‌هایش سرازیر شود. 2700 نفر از گرمای طاقت فرسا جان باختند. گمان می رود که دولت تعداد واقعی تلفات را پنهان می کند. اودیل مطمئن بود که همینطور است. به حساب او تعدادشان می بایست بیشتر از اینها باشد. اودیل همین امروز صبح هم در ناودانی حیات 2 گنجشک مرده یافته بود. صدای زنگ در بلند شد.
چون از بیرون زنگ نزده بودند حتما یا یک همسایه بود یا شوهرش. شوهرش با اینکه کلید داشت عادت داشت در راهرو بماند و زنگ بزند تا اودیل بفهمد که از مأموریت برگشته است و زیاد غافلگیر نشود. خدا کنه خودش باشه. هنگامی که در را باز کرد از خوشحالی لرزه‌ای بر اندامش افتاد. وای عزیزم، چقدر خوشحالم میبینمت. درست به موقع آمدی. اودیل خود را در آغوش او انداخت و خواست لبش را ببوسد. با این حال مرد بدون اینکه او را پس بزند فقط او را در آغوش کشید. حق داره، مثل خلها هیجان زده شدم. حالت چطوره؟ سفر چطور بود؟ راستی کجا بودی؟ مرد به سوالاتش پاسخ می گفت ولی اودیل به زحمت می توانست گوش کند. به سختی هم سوال درست حسابی پیدا می کرد. از 2-3 نگاه خشن و آه کشیدنهای کشدار مرد احساس کرد که یک کم کلافش کرده است. اما آنقدر مرد به نظرش زیبا می رسید که نمی توانست حواسش را متمرکز کند. چه بسا به دلیل دوری بود، اما هرچه اودیل بیشتر به او نگاه می کرد، مرد بیشتر به نظرش تو دلبرو و خواستنی می رسید. 30 ساله، مو قهوه‌ای، بدون حتی یک موی سفید، پوست گندمگون سالم، دستهای خوش ترکیب بلند، سینه‌ای فراخ که به کمری باریک منتهی می شد. واقعاً که چه شانسی داشت. اودیل تصمیم گرفت که اول از شر خبر بد خود را خلاص کند. خونمون دزد اومده. چی؟ آره، انگشترهام رو دزدیدند. اودیل ماجرا را تعریف کرد. مرد با حوصله گوش کرد بدون اینکه سؤالی کند یا در مورد چیزی تردید کند. اودیل با خوشحالی متوجه تفاوت میان واکنش همسرش و مأموران پلیس شد. اقلن اون حرفامو باور میکنه. هنگامی که حرفایش تمام شد، مرد به طرف اتاق خواب رفت. اودیل پرسید: میخوای حمام کنی؟ مرد بلافاصله با جعبه‌ای که انگشترها در آن بود از اتاق خارج شد. ایناهاش، انگشترهات اینجان. چی؟ کافی بود اون 3-4 جایی که معمولاً انگشترات رو میذاری بگردم تا پیداشون کنم. خودت نگشته بودی؟ فکر میکردم، یعنی مطمئن بودم. دفعه آخر تو گنجه سالن بود، بغل تلویزیون. مگه میشه یادم رفته باشه؟ آخه چطور فراموش کردم؟ مهم نیست، ناراحت نشو. برای همه پیش میاد. خب آدمی زاده دیگه، آدم یادش میره. مرد به اودیل نزدیک شد و گونه‌اش را بوسید. اودیل متحیر باقی ماند. متحیر از این که تا این حد خرفت شده و متحیر از این که خرفت بودنش باعث مهربانی و توجه شارل می شد. اودیل با عجله به طرف آشپزخانه رفت تا برای او نوشابه بیاورد و با یک سینی برگشت. آن وقت بود که متوجه شد مرد هیچ چمدانی در راهروی ورودی نگذاشته است. چمدونات کجاست؟ برای چی باید چمدون داشته باشم؟ خب واسه این که از سفر برگشتی. من که اینجا زندگی نمی کنم. ببخشید؟ خیلی وقته که دیگه اینجا زندگی نمی کنم. متوجه نشده بودی؟ اودیل سینی را روی میز گذاشت و به دیوار تکیه داد تا نفس تازه کند. چرا مرد با او آنقدر خشن صحبت می کرد؟ خب مسلماً کم و بیش متوجه شده بود که همدیگر را زیاد نمی بینند، ولی اینکه مرد با صدای بلند بگه که دیگه با هم زندگی نمی کنند چیز دیگری بود. چی؟ اودیل آرام بر زمین لغزید و شروع به گریه کرد. مرد به او نزدیک شد،
اودیل را در آغوش گرفت و دوباره با لحنی مهربان گفت: ای بابا، گریه نکن. گریه دردی رو دوا نمی‌کنه. من هم دوست ندارم تو رو اینطوری ببینم. آخه چی کار کردم؟ چه کار بدی کردم؟ چرا دیگه دوستم نداری؟ این چه حرفیه؟ هیچ کار بدی نکردی. تو رو هم خیلی دوست دارم. راست میگی؟ راست میگم. مثل قبلا؟ مرد در حالی که گیسوان اودیل را نوازش میکرد، اشک در چشمانش حلقه زد و پس از مدتی مکث جواب داد: شاید حتی بیشتر از قبل. اودیل مدت زیادی آسوده در آغوش قوی مرد باقی ماند. مرد در حالی که او را بلند میکرد گفت: باید برم. کی برمیگردی؟ فردا یا 2 روز دیگه. خواهش میکنم نگران نباش. نگران نیستم. شارل رفت. اودیل جعبه انگشترهایش را برداشت و آنها را در گنجه اتاقش گذاشت. دیگه این دفعه فراموش نمی‌کرد. 4000 نفر از گرما جان سپردند. الحق که تابستان مهیجی بود. اودیل از آپارتمانش که دستگاه تهویه مطبوع دائم در آن کار می‌کرد، راستی شارل کی اون رو نصب کرده بود. مرتب این رمان خبری پرماجرا را دنبال می‌کرد و پشت سر هم سیگار می‌کشید. از مدتها پیش با زن سرایدار قرار گذاشته بود تا برایش خریدهای روزانه را انجام دهد. از آنجا که اودیل هیچ وقت آشپز قابلی نبود، گاهی هم زن سرایدار با مبلغی پول برایش غذا می‌پخت. نکنه به این دلیل شارل ازش فاصله گرفته بود. مسخره است. اولین بار بود که شارل اینطوری تنبیهش می‌کرد. اینکه بیاید پاریس و جای دیگری منزل کند. هرچه به مغزش فشار می آورد نمی توانست بفهمد تازگی چه اتفاقی باعث تغییر رفتار شارل شده بود. اما این تنها دغدغه خاطرش نبود. پیرزن هم برگشته بود. آن هم چندین بار. همیشه به این صورت بود. پیرزن ناگهان ظاهر می شد و بلافاصله ناپدید می شد. به دلیل ماجرای انگشتر، اودیل دیگر جرأت نمی‌کرد پلیس را خبر کند. چون در آن صورت میبایست اعتراف کند که انگشترها را پیدا کرده است. البته میتوانست خبرشان کند. هرچه باشد اشتباه کرده بود. قصد کلاهبرداری که نداشت. اودیل پس از دیدار شارل صورت جلسه بیمه را در سطل زباله انداخته بود. با این حال دلش گواهی میداد که مأمورها حرفهایش را باور نمی‌کردند. به خصوص که حالا اودیل فهمیده بود به چه دلیل این غریبه مزاحم به خانه‌اش می‌آمد. این را هم مأمورها باور نمی‌کردند. این زن غریبه خطرناک نبود. نه دزد بود نه جانی. با این حال آنقدر این کار را تکرار کرده بود که دستش رو شده بود. پیرزن در خانه‌اش می آمد تا اشیا را جابجا کند. بله، هرچند به نظر عجیب می رسید، ولی این تنها دلیل آمد و شدهای بیخبرش بود. نه تنها انگشترهایی که اودیل هر بار فکر می کرد دزدیدند، چند ساعت بعد در یک اتاق دیگر پیدا می شد، بلکه پیرزن هر بار آنها را در جای عجیب و غریبتر پنهان می کرد. مثلا دفعه آخر انگشترها در جای یخی یخچال پیدا شد. الماس در ته یخچال. آخه منظورش از این کارها چیه؟ اودیل به این نتیجه رسیده بود که حتی اگر پیرزن جانی نبود، دست کم آدم بدذاتی بود. شاید هم دیوونه است. پاک خله. آخه واسه چی برای شوخی‌های بیمزه اینقدر خودش رو به خطر میندازه؟ یه روزی گیرش میندازم و سر از کارش در میارم. صدای زنگ در بلند شد. شارله!
اودیل در را باز کرد و دید شارل بالای پله هاست. آخ چه سعادتی، بالاخره! آره من رو ببخش، نشد به قولم وفا کنم و زودتر بیام. مهم نیست، میبخشمت. وقتی مرد وارد آپارتمان میشد، ناگهان سر و کله زنی هم پشت سر او پیدا شد. یاسمین رو یادت میاد؟ اودیل جرأت نکرد اعتراف کند که این زن موقهوه‌ای زیبای بلند قامت را که با او بود به خاطر ندارد. عجب بدبختیه که آدم قیافه ها رو نتونه به خاطر بسپاره. با خودش گفت حال نشو، یادت میاد. معلومه، بفرمایید تو. یاسمین داخل شد. گونه های اودیل را بوسید و اودیل با اینکه او را به خاطر نمی آورد در آن لحظه حس کرد تا چه حد از این زن متنفر است.